و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند والحمد لله تملأ المیزان، گفتن حمد خدا ترازوی قیامت پر میکنه، یعنی وزنین و سنگین میکنه. برادران بزرگوار من، حمد خدا چی است؟ ثنای خدا، شکر خدا، منتدارگی از جانب پروردگار. انسان منتدار و راضی شدن و شکر گفتن است. برادران بزرگوار من، اینقدر نعمت زیاده که الله رب العالمین برای من و شما داده است. از جسم و بدن خودت یک بار نگاه کن. دو چشمی روشنی زیبا کی بخشید؟ زبانی شیرینی گویا کی بخشید؟ کی برایت این یعنی عضوها و اعضاهای چقدر زیبا را بخشید؟ از دستها را ببین، پاها را ببین، چشمها را ببین، گوشها را ببین، زبان را ببین، دل را ببین. اینقدر اعضای زیبا که والله قسم از گل ده زیباتر استی. کی برای تو این اعضاها را بخشید؟ الله رب العالمین. در برابر این نعمتهای الله باید که من و شما شکرگزار باشیم. باید من و شما شکرانه این نعمتهای الله با جا بیاریم، عمیق کنیم که این نعمت برای ما الله داده است و هر لحظه بگیم که الحمدلله رب العالمین. حمد یعنی شکر برای تو ای الله رب العالمین که برای من چقدر نعمت زیاد بخشیده ای. وقتی که ما حمد خدا گفتیم، شکری خدا گفتیم، ثنای خدا گفتیم، ترازوی یعنی ثوابهای ما در روز قیامت وزنین می شود. یعنی حمد خدا ترازوی صحرای قیامت که عملهای ثواب و گناه ما وزن کرده می شوند، ترازوی ثوابهای ما را چقدر وزنین می کرده است. یعنی همیشه در زبان ما چی باشه؟ الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. یعنی حمد جمع خوبی ها همه برای تو است ای الله رب العالمین. شکر برای تو، حمد برای تو، منتدارگی و زیباگی و پاکیزگی، اطاعت و عبادت همه برای تو ای الله رب العالمین.